مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از شنبه‌زاده نکهت 29 ماه 6 سال 40. مکتوب. استادم صدرالدین عینی، پیش از همه برای شما سلام صمیمانه خود را می‌فرستانم. من به نزدیکی ها از ولایت بدخشان کوهی به استالین آباد آمده حاضر در نشریات دولتی تاجیکستان در شعبه بدیعیش به کار در آمدم. کارهای ایجادم را برده ایستادم، ولی تمام چیزهایی که من نوشته ایستادم به اصلاح زیاد محتاجند. من از آن روزی که با اثرهای شما آشنایی دارم و مخصوصاً از روزی که شما را شخصاً میشناسم دائما افسوس‌های بسیار میخورم که شما در یک جای دور از ما زندگانی کرده ما از مسئله بیواسطه فایده از شما محروم میباشیم. با همه این تا قدری که قوتم میرسد من نشاندادهای مکتوبی پیشتره شما و چیزهایی را که با مایان زبانی گفتید در خاطر داشته به قدری حال تخت کرده به نشریات دادنی هستم. لیکن میدانم که وقت شما بسیار کم است و شما به چیزهایی که از جهت علمی و چی از ادبی قیمت زیاد دارند مشغول می باشید. به تحریر شما فرستادن مجموعه هم جرأت نکردم. مجموعه را به تحریر شاگردتان دهاتی داده در زیر رهبری آن کس حاضر کار کرده ایستادم. کوشش کلی دارم که به یک پارچه کاغذ فکرتان را در این باره به من نویسید. من شخصاً به شاگرد شما شاگرد بودن قناعتمندم. برای نمونه از کارهای آخرین خود یک غزل لیریکی به شما میفرستانم و مصلحت شما را در این باره انتظارم. با سلام صمیمانه، شاگرد کم اقتدار شما، شنبه‌زاده. امضا استاد محترم صدرالدین عینی. 2 نسخه دگوار را برای شما فرستانده خواهشمندیم که این خط را دست ماننده به تیزی به ما فرستانید. 1 ابوعلی سینا، 2 استاد رودکی، یعنی مقاله شما. ما این چیزها را به نزدیکی به چاپ می دهیم. درباره رودکی باز یک دگوار دیگر بسته بودیم، آنجا رفیق دهاتی دست ماندند، بنابراین به شما نفرستاندیم. با سلام، شنبه‌زاده. امضا. خبرهای نقص همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌ها
نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به شنبه‌زاده نکهت. جواب عینی و مکتوب شنبه‌زاده 8 ماه 7 سال 40. رفیق شنبه‌زاده نکهت، مکتوب 29 ایون نوشته‌تان با شعر و دگوارها 6 ایول رسید. شعرتان از اولها خیلی خوب است، اما یک قدر کمبودی‌های زبانی دارد که در خود شعر قید نمودم. اگر قبول نمایید موافق آن نشاندادها اصلاح خواهید کرد. دویم، مجموعتان را به تحریر رفیق دهاتی سپردنتان بسیار مناسب است. دهاتی از درجه‌ای که در ظاهر تخمین کرده می شود زیادتر قوت دارد. خوبی دیگر دهاتی در آن است که مثل حمدی غلونگ‌خواهی کرده نمی ایستد. هر کمبودی را که بیند روی راست می گوید و برای اصلاحش مصلحت عملی می دهد. خوب کردید که به من نفرستادید. من همین روزها به ضمن این که خیلی مانده و کوفته شدم برای سرخوریدن هم فرصت ندارم. از بس که وقت کم است موی سرگیری را از 15 روز به 1 ماه گذراندم. سیوم، دگوارها را امضا کرده یک نسخگی با این مکتوب فرستادم. اگر هر دو نسخه‌اش را هم فرستادن لازم باشد می نویسید که به زودی می فرستانم. با همین جواب مکتوب شما تمام شد. اکنون به التماس‌های خود می گذرم. یکم، اگر یتیم از چاپ برآمده باشد خواهشمندم امر فرمایید که به زودی به من نسخه افطاری گویان 25 نسخه فرستانند. دویم، حساب آخرینش را هم زودتر کنند. سیوم، از فردوسی به من فقط 6 دانه فرستادند و حال آنکه موافق معامله عادی که من با گیزها دارم باید 25 نسخه می فرستادند. انا از همین فردوسی هم 19 نسخه دیگر فرستانند. فقط به اعضای عائله خودم تا شفیار و دیگر خادمان 10 نسخه می رود. 5 نسخه هم در ارخیو خود باید نگاه دارم. قدردانهای هم که هر روز پیش من می آیند و کتاب نو از چاپ برآمده را می بینند به 1 نسخه دادن دل شکسته می شوند. من از هر کتاب به بالای این که از گیزها 25 نسخه می گیرم، از بازار هم تخمینا همین قدر خریده به یادگاری می دهم. افسوس که در بازار کتاب سمرقند کتاب‌های تاجیکی کم می آیند و دیر می آیند. دیگر به رفیق دهاتی، نعمت اللهیف، لطف اللهیو و دیگر رفیقان سلام رساندنتان را التماس دارم. با سلام رفیقانه، عینی. ادرس من این است: سمرقند، اولیتسا لبیغار، نمر 103A، کوارتل قرغانچه. برای تلگراف سمرقند، قرغانچه، عینی کفایه است. با خادمان نگیست تعیین کنید که بعد از کاغذ را به کنورت انداختن از روی یک پارچه کاغذ بیکار مانده بعد از آن اعلیم کنند، وگرنه چنان که در وقت از کنورت برآوردن دگوار دارید مکتوب ها هم می درند. عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد.
عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامشو. خلق ما را دفتری عینی